وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادر عزیز، در نشست دوم ما خوش آمدید. سوال برادر در آخر کنیم خوب است، برای اینکه در آخر کنیم خوب است برای اینکه مردم جمع بشن و دیگران هم استفاده می‌برن از سوال شما انشاءالله. برادر عزیز، دیروز صحبت کردیم درباره بعضی توصیه ها و نصیحت هایی که برای رمضان برای ما لازم است، برای هر یکی ما، شروع از بیننده، شروع از گوینده تا بیننده ها. برادر عزیز، بنابراین امشب باشد درباره رمضان صحبت خواهیم کرد، درباره چه خیلی فرض شدن روزه به پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین به شکل عام. ما یک چی داشتیم دوستان، یک چیزی تلگرام داریم، سوال جواب اسلامی. همونجا دیروز سوال گذاشته بودیم، راستی خیلی برادرها سوال الحمدلله که قسم زیادش جواب درست دادن که رمضان سال دوم هجری فرض شده است. خب یعنی معلوم است که مردم الحمدلله خیلی اطلاع خوبی دارن نسبت دین خودشون، یعنی که این یک برای ما یک چیزی خوبی هست. خب امروز درباره چگونه فرض شدن روزه صحبت بکنیم برادرها. ببینیم که مقصد از روزه این نفس حبس کردن است. خیلی که ابن القیم میگوید نفس حبس میکنی، شهوت خدا لجام میزنی، خدا از اون چیزی که با اون الفت داده است، یعنی که با اون چیز الفت هست. انسان یعنی که با خوردن الفت دارد، به جماع الفت دارد، به نوشیدنی مثلا نوشابه های مثلا گریم که فشرده مثلا انگور باشد، گلاس باشد، مثلا فشرده سیب باشد، یعنی که ساک رو در نظر دارم. یعنی که همین چیز انسان الفت داره به همین چیز. البته اگر خنک باشد مثلا در تابستان، یعنی انسان همین چیزی که با اون الف گرفته است لجام میزند، همون چیزه، یعنی به خودش لجام میزند. خب مثلا شهوت خودش مثلا لجام میزند. فقط مقصدش چی است؟ خوشبختی دنیا و آخرت به دست آوردن است. بنابراین میگن که انسان شهوتش میشکند، شهوت خوردن میشکند، شهوت نوشیدن میشکند، شهوت جماع خودش میشکند، فقط به یک مقصد، به مقصد رضایت الله تعالی. بنابراین میگفتن که این صوم یعنی که روزه این لجام انسان های متقی است. مثل یک لجامی هست که انسان چی
با همین روزه همچون لیجام استفاده برده خودش از دوده شدن به شهوت، چی شهوتی خوردن باشد، چی شهوتی نوشیدن باشد، چی شهوتی زن باشد، خودش از همون چیز نگه می‌دارد. و خیلی در حدیث از پیامبر گفتن که روزه این سیپر است. خب و روزه یک باغ از باغ‌های انسان‌های متقی و خداترس هم هست. برای همین انسان خداترس فقط برای خاطر رضایت الله تعالی همین ترک میکنن که اینا هیچ کی اطلاع ندارد جز الله تعالی. اینم شما اشاره کردم که برای همین ثوابش از همه بسیار است که این چیز بین بنده و بین الله تعالی هست. خب یعنی که روزه یک تأثیر عجیبه در نگه داشتن جوارح از گناه دارد. برای انسان قوه باطنی میدهد که انسان توسط اون قوه باطنی میتونه که گردن شیطان خودش شکند، گردن شهوت خودش شکند. خب برای همین روزه را گفتن که حفظ کننده و نگهباننده دل و جوارح انسان، یعنی که دست و پایش از گناه، دلش از گناه، ذهنش از گناه، چشمش از گناه داشتنش، گوش، همین روزه برای انسان آسان میکند همین چیزا رو. خب الله تعالی هم وقتی که در قرآن صحبت میکند در باره روزه میگه که همین روزه یک چیز که انسان رو به تقوا چی میکند؟ آشنا میکند. گفت که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بین در حقیقت اینجا خطاب عجایب است، خطاب هست از طرف خدا به بنده هاش و اسلوبش هم یک اسلوب آشنایی هست. و خیلی که از ابن عباس و ابن مسعود آمده است میگفتن که وقتی که تو شنیدی که الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنو، میگه گوشت چور کن به گفت تاجیکی، یعنی گوشت نازک تازه کن و منتظر باش که یا کاری خیری هست که تو رو خداوند دلالت میکند یا کاری بدی هست که میخواد که تو رو از اون باز داره. اینا ببینید وقتی که خواست که فرضیتی صوم روزه رو برای ما بیان کند، پیشتون به همون خطاب مشهوری خودش الله تعالی با خطاب یا ایها الذین آمنو، ای اونهایی که ایمان آورده اید. ببینید برادران این خطاب اصلا وقتی که قرآن خطابش نظر میکنیم اولین شده به اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم تطبیق میشود که این در حقیقت شهادت است، گواهی هست از خدایی که به دل آنها دانا بود، به حال آنها دانا بود و آنها را به معنای ای آنهایی که ایمان آورده اید که ایمان آنها را خدای تعالی گواه است. الله تعالی گواهی داده است که محمد علیه السلام و صحابه های محمد اهل ایمان هستند. فهمیده؟ یعنی این چیز گاهی میشه که در قرآن ما میخوای عبارات رو میخونیم میگذاریم میریم، لیکن وقتی انسان به دقت میخواند برای من قرآن میگه که افلا یتدبرون القرآن، یعنی که تدبر قرآن چیزی مهم است. مثلا همین رمضان وقتی ختم میکنیم خوب میشه که یک ختم کن لیکن حلال ختم کن، با تدبر ختم کن. 5 6 10 ختم میکنی لیکن تدبر نباشد معنا ندارد. اصل از قرآن خوندن در رمضان همین چی است؟ تدبری معناش است، فکر کردن است. همین جمله را برادر ناس فکر نبود. یعنی تصور کنید شما خدا رو به ایمان، شما رو خدا به ایمان خطاب دارد. اینجا نگفته است که ای بنده من، ای تاجیک، ای عرب، ای فلان، ای بسمدان. نه، اینجا خطاب به عباره یا ایها الذین آمنوا، ای اونی که ایمان آورده. بنابراین یعنی این خطاب اولینش به اصحاب پیامبر تطبیق می‌یابد و الله تعالی گواه شده است که چی محمد اصحابش، محمد صلی الله علیه و سلم را اصحابش اهل ایمان است. این یک فضیلت بزرگی برای آنها است. خب گفت که کتب علیکم الصیام، برای شما روزه یا صوم فرض کرده شد. خب اون چنانه که برای پیشینی ها فرض بود. ببین یکم جمله گفت که روزه برای شما فرض شد. بنابراین علما میگن که پیش از این برای مسلمان ها یعنی که روزه بود لیکن روزه مجبوری نبود. خب بعد گفت که اون چنانه که برای پیشینی ها فرض شده بود. برای پیشینی ها چی فرض شده بود؟ روزه. اونها هم روزه داشتن
لیکن مقصد دقتیم که دوستان هیچ وقت وقتی که ما گفتیم که نماز در دین موسی علیه السلام، نماز در دین عیسی، در دین ابراهیم، در دین فلان پیغمبر، یعنی معناش این نیست که همه طرفه نماز ما با هم دیگر شباهت داشته باشه. ممکن اسمی نماز یعنی که نام نماز همه این را در بر میگیرد، لیکن آیا آنها به تفصیلا مثل ما رکوع داشتن، مثل ما سجده داشتن، مثل ما مثلا تسبیح میگفتن، مثلا سبحان الله ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، آیا مثل ما اتحیات میخوندن؟ نه، برای ما تاریک است. لیکن به شکل عام نماز میخوندن، بله نماز، روزه میداشتن، روزه میداشتن، زکات میدادن، زکات میدادن، بله در دین های گذشته، چون که همین دین ها از طرفی الله تعالی بوده، شریعت هاش از طرفی الله تعالی هست. برای دوستو الله تعالی گفت که این یعنی عبادت نیست که شما حیران شید که یکم برای شما اومده باشد، بلکه از شما پیش امت های پیشین نیز روزه میداشتن. بنابراین گفت که کما کتب علی الذین من قبلکم، یک بود یک آرامی و تسلیت است. شما نترسید، این یک عبادت نیست که برای شما یکم اومده باشه، بلکه یک عبادتی است که از امت های پیشین نیز با اون چی داشتن، آشنایی داشتن و اون رو اجرا میکردن. بعد گفت که لعلکم تتقون، شاید شما انسانای با تقوا شوید. یعنی ببینید الله تعالی برای ما میگه که روزه شما رو تقوادار میکنه، روزه شما رو به مکتب تقوا، با مکتب خداترسی آشنا میکنه. یعنی من بسیار آدم مثل سوالو میشه که برادر ما چه کنیم که به تقوا شیم، چه کنیم که خداترس شیم، چه کنیم که خیانت نکنیم، چه کنیم که چشم نگه داریم، چه کنیم گوشمون احرام نگه داریم، چه کنیم خودمون احرام نگه داریم. جوابش همین در همین روزه است برادر، جوابش در همین رمضان است. مکتب رمضان، دیروز ما در صحبت ما اشاره به هم مکتب رمضان هم کرده بودیم. یعنی مکتب رمضان ما رو چه میکنه؟ تربیه میکنه. مکتب رمضان ما رو تعلیم میدهد. مکتب رمضان چگونه اون لجام به نفس زدن و لجام به شهوت زدن برای ما تعلیم میدهد. الله تعالی برای همین گفت که یعنی که روزه شما رو تقوادار میکند، باشد که شما از جمله انسان‌های با تقوا و خدا ترس باشید. یعنی روزه رو من فرض کردم، فلسفه فرض کردن روزه این است که شما رو تقوادار میکند، شما رو تقوا رو میآموزد، شما رو از خدا ترسی رو میآموزد. معنای تقوا چی است برادر؟ تقوا این بین خودت و بین دوزخ پرده گرفتن است. پرده چه خیل میگیری؟ نرفتن به همون گناه، دور شدن از همون گناه، یا اینکه یعنی که پرده رو وقتی که بین خودت و بین اون گناه گذاشتی، یعنی که تو به معنی اون است که خودت رو چو کردی؟ از دوزخ نگه داشتی. بنابراین تقوا رو برای تقوا گفتن که انسان بین خودش و بین دوزخ، بین خودش و بین گناه، بین خودش و بین لغزش ها، بین خودش و بین معاصی پرده می اندازد. همون پرده چی است؟ ترس خدا است. ترس خدا نمیگذارد که انسان از اون پرده گذرد یا پرده رو کشاید و اون طرفش نظر کند. بنابراین خیلی مهم است برادران. در همین یعنی که روزه برای مسلمان خیلی مهم است. برای همین الله تعالی فرض کرد. گفت یک سال و یک بار من شما رو تعلیم بدم، اینه که تاثیر این چی؟ مثلا اون به اصطلاح مثلا زریدی که در رمضان بگیری شاید که چند ماه دیگه با تو دوام بکنه بعد از رمضان. مادام انسان به اخلاص همین کارو کرده باشد، به اخلاص روزه داشته باشد، به اخلاص حرکت کنه، ان شاء الله تاثیر این شاید که تا سال آینده هم رود. برام ببینه در و میبرد مثلا حال السلف فی رمضان، یعنی که حال گذشتگان ما، صحابه، تابعین، تابعین، دیگر امام های بزرگ 6 ماه پیش الکی 6 ماه پیش رمضان میفتن که اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. 6 ماه پیش منتظر رمضان میشدن. یعنی خب یعنی که دوستان فرض شوی روزه به همین آیت شروع می شود. آیتی که گفت که ای آنهایی که ایمان آورده اید برای شما فرض کرده شد صیام یا اینکه روزه داری آنچنان که برای امتهای دیگر فرض شده بود، باشد که شما تقوادار شوید. خب بعد حدیثی از پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم که میگن که الصوم جنتون، روزه داری این یک چیز سپری هست. روزه داری سپری هست که انسان از بدی ها نگه می‌دارد. یعنی که کسی رو که مثلا شهوت نکاحش بلند می‌رود و قدرتی مثلا زنگیری نداره، پیامبر توصیه به چی کردن؟ به روزه داری کردن. یعنی که تو روزه دار شهوتت شکسته میشه.
یعنی که روزه معنیش این است که روزه داشتن شهوتی انسان میشکند. روزه داشتن با معنی است که انسان چی از نگاه بد نگاه می‌دارد، انسان از شنیدن بد نگاه می‌دارد، انسان از رفتن به بد نگاه می‌دارد، از قپیدن مثلا چیزی بد نگاه می‌دارد. بنابراین پیامبر گفتند که روزه چی است؟ سبحان الله، روزه این جنه هست، یعنی که سپری هست که انسان رو از این چیز نگاه می‌دارد. خب ببینید وقتی که فایده های روزه اینقدر یعنی که با عقل دیده میشد، یعنی که با چشم دیده میشد این چیز، بنابراین الله تعالی همچون رحمت برای بندگانش روزه رو شکر برای بندگانش فرض کرد و الله تعالی مرحمت نمود و احسان نمود برای بندگانش. خب و به همین شکل آنها رو چی از شهوات و ملذات الله تعالی نگه داشت. خب یعنی پیامبر به شکل پوره رمضان رو خوب استفاده می‌بردن. یعنی که اگر به هدی پیامبر، به روش پیامبر علیه السلام در روزه‌داری نگاه کنیم، اگر برادرها به طور پوره یعنی که همین مقصدهایی که ما از روزه گفتیم همه اونا تطبیق میکنن تا اینکه برای دیگران چی معلمی کنن، برای دیگران این چیز نشان دهند. چون که پیامبر علیه السلام چی هستند؟ برای ما پیشوا هستند. پیامبر علیه السلام الگو و اسوه برای مسلمان هستند. اگه برادرها ببین اسلام یه دینی هست که همیشه احکام خودش زنده به زنده آورد. زینه به زینه آورد. چرا؟ یعنی ببین برادر، انسان وقتی به یک چیز الفت میگیرد، انسان وقتی که به یک کار شب و روز مشغول میشود، یعنی که روز ساعتاش و روزاش و هفته‌هاش و ماهاش و سالاش به یک چیز مشغول است و با اون الفت گرفته است، انسان برای کنده گرفتن از یک چیز مشکل است. نه مثلا که یک برای تق کارو بس کند و مثلا اون کارو نکند. ببین مثلا انسانی که معتاد باشه، مثلا حاضر پیانیسtka ها، مثلا انسان بانگی ها، مثلا اون رو یک بار از بانگ داشتن مشکل است، یک بار از عرق داشتن مشکل است. بنابراین انسان اسلام زینه رو استفاده برد تا اینکه مردم زینه به تقوا کشاله کنن. چون که یک بار عمده واسه من کردم که تو الفت کردی به وای نمیتونی الکی از وای انسان جدا کردن چی است؟ کار خیلی مشکل است. مثلا وقتی ببینم کودکی که شیرمح بود، مثلا هر روز کودک عادت کرده است که مثلا شیر میکرده از پیستان مادرش و جدا کردن خیلی کار مشکل است. مثلا همه انسانی که مثلا اول داره یا اینکه چه درک میکنن که چه مشکل است. یعنی که زینه به زینه آهسته مثلا کم اوقات خوری شروع میشه، آب میشونن، بعد شیرینی میتن، بعد این میتن و این میتن، کودک یعنی که از چه از وای جدا میشه. یعنی که ما هم بندان مثل همین کودکای هستیم که الله تعالی به همین شکل ما رو چی آماده کرد بعد چوکر برای ما راهی آخرین نشان داد. توبه لیکن چی زینه به زینه بود ما رو. روزه همه شد برادرو به همین شکل رفته است. یعنی که وقتی که توحید، وقتی که ایمان، وقتی که اسلام، وقتی که یعنی که انسان ایمانش مستحکم شد، بعد الله تعالی شروع کرد چی با فرض کردن روزه. وقتی که مسلمان‌ها دیگر چی با امرهای قرآن الفت پیدا کردند، با روش قرآن الفت پیدا کردند، دیگر شوق داشتن که تیزتر با یکون احکام دیگری بیاید، یکون چیز دیگر از الله تعالی نازل شود تو اینکه تطبیق کنن. بعد الله تعالی این چیز شکر برای اونها فرض کرد، برای مسلمان ها به شکل عام. بین صحابه ها مثلا ببینیم قرآن یکی از حکمتش است که 23 سال نازل شدن قرآن، همه زینه به زینه نازل شدن چم چی بود؟ انسان ها را از جهت روانی آماده کردن به قبول همین احکام بود. یک یابرا میبود میگفت که هی شما مسلمان ها فلان کار کنید، شما مسلمان ها شما جهاد کنید، مسلمان ها شما 5 وقت نماز خونید، مسلمان ها شما باید 1 ماه روزه دارید، مسلمان ها شما باید که از مال تو زکات دهید. مسلمان ها قبول کننش مشکلی بود برادر. نمیتونه زکی یک همه عبادت یک یابرا اجرا کنن. یعنی در بدایت اسلام اصلا نماز فرض نبود. مسلمانی فقط کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بود. یعنی که چند سال اول که در مکه بودن، بعد سال 10 سال بعد 5 وقت نماز فرض شد. یعنی پیامبر 10 سال تربیت کردن انسان رو فقط به لا اله الا الله و توحید، یک تو پرستی و دور بودن از شرک، دور بودن از خرافات، دور بودن از فکرهای ویران. بعد از 10 سال
گفتن که نکن همین خدایی که ما یگانه می‌داریم باید که برای اون خدا عبادت کنیم. بعد دیگر عبادت شروع کردن پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد پیامبر مسلمانان گفتن که برای شما هر روز 5 وقت نماز فرض است. چه خیلی میدونن برادر این چی است. بعد از اینکه پیامبر به معراج رفتند و چه شد. ولی اگر سوره های مکه رو مراجعه کنیم برادر هیچ چیزی نیست در اسلام بغیر همین لا اله الا الله محمد رسول الله دیگه از تو هیچ چیز طلب کرد نمیشه. بعد دوم مرحله چی شد؟ مثلا الله تعالی شرک حرام کرد، عقیق پدری حرام کرد در مرحله دیگرش. بعد الله تعالی باز اونجا نیکی کردن به یتیمین که مال یتیم نخوردن، ظلم نکردن، ستم نکردن. این که احکامات اجتماعی رو اسلام از اونها میخواست. مثلا میگه خصوصا اون 10 چیزی که در سوره اسراء اومده است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لیکن آدم نکشید، حق یتیم نخورید، ظلم نکنید، زنا نکنید. مثلا همین چیزی که یعنی فقط از این منهیات بود، کمتر منهیاتی بود، یعنی چارچوبه کمی بود. اما چیزهایی که فرض داشت فلان کارو کنه کمتر بود. خب روز کی فرض شد؟ روز سال دوم هجرت ماه شعبان فرض شد، پیش از جنگ بدر. پیش از جنگ بدر عزیزان اگر چی کنید، ما 1-2 سال پیش درس سیرت داشتیم همونجا درباره همین خیلی فرض شدن اونجا به تفصیل تر است. کسی خواهد اونجا مراجعه کنه میتونه که حلقه‌ای که درباره پیش از جنگ بعد ممکن 3-4 حلقه آخرش، یعنی که همون حلقه 39 اومده موندیم، شاید از اون 35 چندم حلقه سیره به تفصیل هست در راه. یعنی که اونجا الله تعالی چه خیلی مسلمانان رو مهیا کرد، یعنی که آماده کرد به روزه گرفتن. تصور کنید 1 سال حالی یگان بار خیلی گرسنگی رو دیدگی نیستن مثلا مردم عرب، یعنی خودشون لجام زدن به نفس خدا. بعد چند روز میشه برون جنگی بدر مثلا. ببینید خب همین چی بود برای مهیا کردن مسلمانان به چی؟ به همون وزنی ها، یعنی که قدرت تحمل آنها رو امتحان کردن، آنها رو به چی وزنی ها رو تحمل کردن، آشنا کردن به همین چیزا بود که انسان باید که به وزنی طاقت کنن. خلاص سال دوم هجری ماه شعبان رمضان فرض شد. ماه شعبان یعنی گفت که یعنی که ماه آینده، یعنی که شما چی هسته باید که روزه گیرید. ماه آینده برای شما روز داشتنش فرض است. سال پیامبر علیه السلام وقتی وفات کردن، پیامبر 9 رمضان روزه داشتن. 9 رمضان روزه داشتن میگن. خب ما گفتیم که رمضان به تدریج فرض شد، زینه به زینه. معنی اون است که اولی وقتی که رمضان فرض شد مسلمانان رو اختیار داد. میدونه چه خیلی اختیار داد؟ گفت که کسی خواهد روزه دارد، گفت روزه داری مثلا از همین صبح تا غروب آفتاب تمام. خب اما کسی روزه داشتن نخواهد باید که فدیه تیاب بجوش. خب یعنی که اینجا علاقه مسلمانان رو اول چی گفت به شکلی تطوعی عبادت اول خواهشمندی برای اونو فرض کرد. گفت کسی روزه دارد من تقوا می‌دارم، گفت نه روزه داره. گفت نه اگر وای نکنه اگر روز داشته نتونه دو خوشش نآید، گفت چی کند به جاش فدیه تیاد اون ماه. خب هر روز مثلا برای یک مسکین طعام می‌تیاد. این مرحله اول است. بعد برادرو بعد اون مرحله دوم چی شد؟ فرض شدن روزه شد که در اونجا دیگر گفت که نه، گفت فمن شهید منکم الشهر فلیصمه. کسی که در همین ماه زنده ماند، کسی این ماه را شاهد شد، کسی این ماه دریاب کرد، روزه دارد. دیگر اختیاری فدیه دادن نیست برای وی. فدیه را فقط برای کی کرد؟ برای انسان مسافری که یعنی که پیرمند و پیرسالی که نمیتواند پیرسالی که روزه دارد، برای اونها، برای زنهای حامله دار، برای زنهایی که چی دارن؟ کودکی شیرخوار دارن، یا که زنهای حامله دار. همین ها رو دیگر به همون حالتی و اختیاری قرار داد. یعنی گفت که شما اگر تونید روز داره نداره فدیه. اگر مثلا برای زن اگر ضرر داشته باشد، یا برای کودکی در شکمش هست، یا برای کودکی شیرخوار اگر روزه‌داری زن ضرر داشته، در این حالت روزه ندارد و فدیه بعد با قضاش هم میدارد، یعنی که بعد از اون که زنک وای کرد. خب اینجا لیکن انسان مسافری که داشته نمیتونه مثلا 80 درآمد 90 درآمد است، شاید که خیلی اینا هر خیلی بعضی 90 ساله هستن که قدرت دارن، بعضی یعنی که استثنا هستن، البته بعضی استثنا ندارد، قوت ندارد، بعضی بیماری داره که نمیتونه روزه داره. برای اونها البته اسلام چیکار اختیار داد که روزاشون خورند، لیکن فدیه دهند.
خلاصه دو مرحله بود است. مرحله اول گفت که خواهی روزه داره، اگر نخواهی گفت بجای روزه داشتن تمام ده. مرحله دوم گفت نه شما دیگه اختیار نداره، باید حتما روزه داره. اون فقط اختیار اونهایی دارن که مثلا پیرانسال باشن یا اینکه چی باشن برادرها، یا پیرانسال باشن، یا اینکه زنهای حامله دار، یا اینکه زنهایی که بچهای شیرخوار دارن، اونها رو استثنا کرد. بعد از اون مسافر استثنا کرد برادرها. مسافر در حال در سفر بودنش اختیار دارد که روزه دارد یا اینکه روزش رو خورد، لیکن اگر روزش خورد باید که قضاگیش دارد. خب این همین چیز است، دوم مرحله است برادر عزیز در همین چیز. یعنی که اسلام وقتی که بین اول مرحله اول گفت که خواهی روزداری خواهی فدیتیه، انسان رو آماده میکرد برای این چیز. وقتی که اونها کم کم عادت کردن، مثلا شاید که بعضی انسان بودن که بین صحابه 15 روز روزه می‌داشتن، 15 روز فدیه میدادن، مثلا یه روز روزه میداد، یه روز میخورد و فدیه میداد برعکس. بعد شوکر اسلام اومد گفت که نه، گفت دیگر فدیه دادن نیست، آدم بردم باشی، سالم باشی، نه بیمار نباشی، پیرانسال نباشی. پیرانسالی که نمیتونه روزه دارد، تو دیگه باید که حتما روزه داری. خب یعنی که زینه به زینه انسان آماده به همه عبادت قبول کردن کرد. خب از سنت پیامبر صلی الله علیه و در رمضان، این که پیامبر چه روزه رو پسی سر میکردن برادرها، میگن که پیامبر کان من هدی صلی الله علیه و سلم الاکثار من العبادات. یعنی پیامبر در همین ماه عبادتاشون زیاد میکردن. قرآن خوانشون از دیگر ماها زیادتر میشد، نفل خواندنشون زیادتر میشد، صدقه دادن زیادتر میشد، سیلی رحم بسیارتر میشد. یعنی تمام این کارهای نیکی که میکردن اگر در دیگر وقت اگر یک بار کنن، در رمضان ممکن که همیشه بارها تکرار میکردن. خب دیروز هم اشاره کردم که اگر هر یک خانه برای خودش یک کپیلکه کنه، از اون کپیلکه برای کمبغل مثلا یک چیز دیگر، این چی هست؟ انسان چی میکند؟ با صدقه دادن و با خیر کردن آماده میکنند. بنابراین اینجا ما حرکت میکنیم که چی کنیم؟ کودکای خودمان رو گفتیم به همین روحیه تربیت کنیم که در این ماه، یعنی که همین که رمضان که اومد در فکری بیچاره باشه، رمضان که اومد در فکری کمبغل باشه، رمضان که اومد در فکری گرسنه ها باشه. یعنی که حکمتی همین گرسنه روزه داشتن هم چه کردن؟ یک نمود همدردی به همین کمبغل و به همین بیچارهایی که گویا که الله تعالی گفت که تو اگر گفت در یک سال یک ماه اینقدر گشنگی میکشی، انسان هستن که سالش 12 ماه به همین شکل گشنه هستن، گرسنه هستن، طعام نمیابن که خورن. وقتی انسان درد دیگر رو احساس میکند، انسان حرکت میکند اونها رو فهمد و بعد اونها رو دستگیری کند، دستی کمکی چی یوری درست کند برای اونها. برای اسلام خواست که ما رو یک تربیت دهد. اسلام خواست که ما رو روحاً، روان ما رو، روحی ما رو چی کند؟ در روحیه همبستگی، انسانیگری، آدمیگری یا دیگر دردش حس کردن ما رو تربیت کرد. مثلا یکی از عبادتایی که پیامبر میکردن چخیلی که در حدیث اومده است، کان جبریل یدارسه القرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که با جبرائیل قرآن رو درس میکردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان. بسیار میشد همین چیز. یعنی و میدونم که همگان پیامبر سالی که وفات کردند جبرائیل علیه السلام 2 بار اومدن و پیامبر هم اینا ملکه نشانی مرگشون فهمیدن. برای میگفتن که هر سال 1 بار میامد، این سال 2 بار اومد. وقتی که مادرم فاطمه رضی الله تعالی عنها اومده پیش از مرگ پیامبر و پیامبر واخوردن، پیامبر گوشکی کرده به گوش فاطمه چیزی گفتن که فاطمه خندید، گریه کرد. بعد چیزی دیگه گفتن که خندید. بعد مادر عایشه پرسیدن که چرا این مثلا اول گریه کردی بعد خندیدی؟ گفتن که در اول گفتن که این سال جبرائیل 2 بار اومد گفتن در رمضان، من دیگه به فکرم این سال دیگه سال آینده نیستم. یعنی برام پای حضرت فاطمه گریه کردن. بعد وقتی گفتن که از اولین شخصی که به من میچسبد، اینکه اولین شخصی که بعد از مرگ من از خاندان من به پیش من بره تو هستی، گفتن که دیگه فاطمه خرسندی کردم. خب بنابراین این پیامبر در رمضان برادرو ما باید که با قرآن بسیارتر نزدیک شیم و آشنا شیم. دوم عبادتی که پیامبر بسیار در رمضان میکردن این نیکی و کمک و مثلا یاری کردن به دیگران. چخیلی که در حدیث اومده است میگه کانا اجود بالخیر من الریح المرسلتی. یعنی که ما
مثلا وقتی که یک سیگ اونجا میفرستیم دوستان حرکت میکنیم که میگیم که رو شمال باید رو بیو، یعنی که معنیش که تیز رفته آمدن. این عبارت در عربی هم استفاده میشود. مثلا بینه گفت که اجود بالخیر من الریح المرسله، یعنی که از اون شمال هم پیامبر در نیکی تیزتر رفت آمد میکردن، به معنی که به تیزی دستی یاری دراز میکردن به دیگران برادران، به تیزی دستی یاری دراز میکردن. بنابراین ما هم باید که در این ماه با انسان ها چه کنیم؟ دستی یاری دراز کنیم. یعنی که در حقیقت بیچاره بسیار از انسان است که الله تعالی که رزقش دیگر همین خط تقسیم کرده است، حرکت میکند. شاید بسیار آدم هست که هیچ کی نمیخواد که مثلا خونه به دست گشوده شدن، حرکت میکنن کاری کنن یا چه کنن که زندگیشو پیش گذاره، لیکن خیلی دیگه خود نصیبش است. خب و همین امتحان برای دیگران است که الله تعالی خود میخواد فهمه که تا چه درجه انسان ایثار رو از خودگذشتگی نشون میده برای انسان بیچاره و کمبغل. و پیامبر از همه انسان دستگشادترین بودن و کان اجود الناس، خیلی در حدیث آمده است. و گفتن که و اجود ما یکون فی رمضان، پیامبر دستگشاد بودن انسانی، لیکن دستگشادشون بسیارتر در رمضان باز میشد. این در دیگر ما مثلا گوییم که 1 سوم صدقه کنند، در رمضان که 100 سوم صدقه میکردن. خب خیلی دیگر روز نماز و ذکر و اعتکاف و این اون دیگر از جمله عبادتایی که پیامبر شما میکنن در این ماه چه میکنن. خب بعد میگه که پیامبر در رمضان عبادت از دیگر ماها دیده بسیارتر میکرد. چرا؟ ما گفتم که خصوصیت رمضان این است که انسان چه یعنی که لجام بندی یاد میدهد. بنابراین در این ماه پیامبر تمرین میکردن، یعنی که یک نمود چی خیلی گفتیم این که مکتب که هست، در این مکتب خودشون آب و تاب میدادن تو اینکه سالی دراز انسان هم میخواد باشن. بنابراین یعنی که در این ماه خاصی ماه عبادت است. ماهی چی است؟ خاصی عبادت است. مثلا بریم شباشون زنده میگذاشتن، یعنی که مانو اینکه شبا عبادت میکردن، قرآن بخوندن، نماز میخوندن و روزاشون هم به عبادت، یعنی که روزا خودش عبادت است و قرآن خوانی که میگذاشت. شب باشه دیگه چی؟ با نمازهای نفلی میگذاره. خب این برادر بعضی از چیزهایی که درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله اومده است. نکنون بعضی حال از احوال گذشتگان اینجا نقل میکنیم که چه خیلی مثلا در رمضان خودشون به چه شکل میگذراندن. مثلا یعنی میدونم که قرآن سخن الله تعالی هست و عظمت قرآن عظمت خود رو از کجا کسب کرده است؟ از اونجا که سخن الله تعالی هست. بنابراین کسی که خواهد که با خداوند بسیارتر آشنا شود چون میکنه خودش به قرآن میزنه، یعنی که به قرآن صحبت میکنه. قرآن اصلا همه بهترین ذکر است و هم صحبت بنده با الله تعالی هست. بنابراین از پیامبر اومده گفتن که ان هذا القرآن مأدبة الله، یعنی که یک چیزی خدا از جایی که انسان از اونجا آداب یاد میگیرن، مثل یک دسترخوانی هست که خیلی کشاده شده است، باید که انسان از اونجا تا میتواند بسیارتر برای خودش ذخیره کند، یعنی که ترس، تقوی، امید به خدا و به همین شکل نیکی نقل میکنن که برادرها اسود ابن الیزید رمضان که میشد اعتکاف میکرد به قرآن. معنی اعتکاف کردن به قرآن چیه؟ یعنی که فقط قرآن میخوند دیگه به یگون چیز مشغول نمیشد. میگن که در 2 شب یک ختم میکرد، در 2 شب یک ختم میکرد. و اینچنین از سعید بن جبیر از مفسر زبردست نیز آمده است که سعید بن جبیر هم در 2 شب یک ختم میکرد. یعنی اونها میدونستن که این ماه فرصت است. خب بنابراین برادرای عزیز میبینیم که چگونه اونها با قرآن چنگ میزدن. بعضی آدما میگن که هیچ ممکن نیست که انسان تواند که در یک شب مثلا در یک روز انسان تواند که اینقدر مشغول چی شود، قرآن خوانی شود. هیچ ممکن نیست که انسان اینقدر این 600 صفحه از خیلی نمیخوند میگه. لیکن بین هر چی که انسان ها پیشتر این کار میکردن
یعنی که الله تعالی حاضر همین کرده است که آدما قانع شدنشون آسان‌تر است از زمان پیشینه دیده برادر. مثلا گیرم اگر هم مسئله قرآن هم مثلا چه خیلی انسان میتونه که یه روز 10 ساعت قرآن خواند، 15 ساعتش با قرآن گذارد، مثلا هیچ کاری باور نکردنی است. لیکن وقتی که حاضر نظر کنیم بعضی انسان ها هستن که مثلا میگه که 24 ساعت دستش تلفن است. معرکه میشن دستشون تلفن، کوچه برن در اتوبوس به تلفن، تاکسی میرن تلفن دستشون، چی یا در فیسبوک یا اینستاگرام یا تیک توک هم خیلی. یعنی وقتی انسان به یک محبت کی بست دیگر همون چیز در دستش میشه چند ساعت باشه نباشه. یعنی کسی از مثلا گریم فیسبوک در آمدن ملالش نمیکند، از تیک توک در آمدن ملالش نمیکند، از شارتسی مثلا یوتیوب در آمدن ملالش نمیآید. چرا؟ چون که چیز میخواد از اونجا گیرد، بنابراین در دلش محبتی همون چیز که هست و انسان نظرش به نمیره که چند ساعتش در اینجا میگذرد. اونها نیز به قرآن همه خیلی بودن، سلف امت قرآن رو درک میکردن، برای همین ملالشون نمیبود از قرآن خوانی، ملال نبود برای قرآن خوندن. بنابراین در یک دو روز میتونن ختم کنن، ولی بعضی دیگر هستن که در یک روز هم ختم میکردن. در روز خودشون یک ختم میکردن، باز میرفتن در مسجد باز ختم میکردن به دیگران. خب در مسجد میرفتن با مسلمانان ختم میکردن، شبش مقصد نماز تراویح میخوندن، با روز میخواستن یک ختم خودشون رو میکردن. یعنی البته این توفیق الهی است برادر، توفیق الهی است که انسان خیلی موفق کنه که تواند که در این ماه مثلا اینقدر ختم زیاد کنه. برادر درست یک حدیثی است، احتمال شما بسیار دو شنیده است که از پیامبر آمده است که صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی که قرآن از 3 روز مثلا از 3 روز کم خوانده که تدبر نکرده است، فکر نکرده از در چیزاش، لیکن گفتن که این چیز به رمضان تعلق نداره. گفتن علما، بعضی از علما گفتن که در رمضان تعلق ندارد، باید که رمضان که ماه قرآن است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه نزول قرآن است، باید که انسان هر قدر میخواند خواند. مقصد این که از هر حرف چی ثواب گرفتن است. چه که در حدیث ترمذی آمده است لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. یعنی که من نمیگم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف حرف است، لام حرف است، میم حرف است. یعنی که تو وقتی الف لام میم گفته 30 ثواب میگیری، چون که اینجا گفت که والحسنه بعشر امثالها. برای همین برادر رمضان ماهی است که قرآن رو میتوانیم بسیار خونیم. خب اگر کسی نتواند اقل یک بار به تدبر هم باید که ختم قرآن کنه. کسی تواند که 2 3 4 5 6 هر قدر میتونه برای بچه است. مثلا حاضر اگر انسان اگر بگیم که انسانی جدی باشه مثلا، یعنی میتونه که در 20 دقیقه یک پاره قرآن خونه، نه تیز نه سست. مثلا آدمی که زبانش چی باشه هموار داشته باشه به قرآن خونه. آدمی که وزن تر است ممکن نیم ساعت میخونه یک پاره قرآنش. مثلا اگر همین روز حساب کنیم در رمضان حاضر اگر مثلا از نماز بامداد گیریم، نماز بامداد جای ما مثلا خب ساعت 6 میشه، مثلا بعد از 6 تا 7 نه 2 ساعت مثلا 1 ساعت 2 پاره خواندنش ممکن است. دیگر شاید 1 ساعت دم بگیرد، باز دیگر ببینیم ساعت 9 خیزه دیگر تا کارش کنم انسان میتونه گوش کند مثلا این چیز دوام قرآن شد. یعنی در یک روز انسان میتونه که اقلا 10 پاره 15 پاره آسون راحت خواند، اگر البته خدا توفیق تیه دیگر به حضور میشه که مثلا انسان به جا بیاره. خب مثلا قتاده یکی از علمای بزرگ میگن که قرآن عادتا در 7 روز یا ختم میکرد غیر رمضان. خب در 7 روز یا ختم میکرد. خب وقتی که رمضان بیاد میگن که هر 3 روز یا ختم میکرد. یه موضوع گفته گپم، یعنی که رمضان که ماه قرآن است حرکت میکنن که بسیارتر قرآن خوانند تا اینکه چی اجر بسیار گیرن. خب اگر میگه قتاده در دهه آخر بعد هر روز یک ختم میکرد. تصور کنید هر روز یک ختم داشت بنده خدا. مثلا 20 روز اول اگر هر 3 روز یک ختم کنه دیگر، یعنی که 6 تقریبا 7 ختم میکرد تا شب 20 از شب 21 تا شب 30 چی بود 10 ختم دیگه میکرد. یعنی که تقریبا میگم 2 روز یا ختم داشت. اینا البته چی است؟ توفیق الهی است. خب بنابراین بین یکی از این شعار اهل سنت و جماعت هم، یعنی اهل سنت و جماعت به چی شناخته میشن؟ به محبتشون به قرآن، به تمسکشون به قرآن، به قرآن آشنا بودنشون شناخته میشن.
و مثلا تقریبا عالم از علما مثلا خصوصا مجتهد مثلا این زمان ما مفتی های کلانه که مثلا در مسائل های نوازل حاضر به اجتهاد گپ میزنن اونا همشون تقریبا قاری قرآن هستن برای خلاف دیگرها که مثلا قرآن خوندن مثلا مثلا وقتی الحمد قرآن خواندتون میگیرن مثلا اینقدر عالمی واهمه هستن لیکن اگر وقتی علمای مورد آشکارا مثلا از چیان همشون قاری قرآن هستن. خب برادران از محمد بن اسماعیل بخاری مثلا صاحب کتاب صحیح بخاری میگن که بعد از نماز قیام نماز شبش میخوام میگه و قرآن خوندن رو شروع میکرد و هر شب تقریبا 10 بار میخوندن که هر 3 روز یک ختمه میکردن. این از امام بخاری رحمت الله علیه است. خب یان که امام مالک ابن انس میدونن برادر کی است؟ همون صاحب چی مذهبی مالکی صاحب مذهب مالکی است. امام دارالهجره است خیلی که به همین نام مشهور است. اگر رمضان شب میگن درسای حدیث میگون داشت یک جا میگذاشت شروع میکرد به قرآن خوندن خدا رحمت کنه. خب دیگه یکم درس هم حضور پیدا نمیکرد فقط به قرآن مشغول میشد مالک رحمت الله علیه به قرآن خوندن. درس حدیث دیگه یک ماه تعطیل میشد برای طلبه ها. اینشون از سفیان ثوری آمده است که رمضان که شد دیگه همه کارهاش میگذاشت. یعنی که سفیان ثوری بسیار انسان زاهد از در حقیقت همه کارش یعنی کارهای دنیویش میگذاشت و به چی با قرآن خوندن میگذاشت در رمضان. خب میدونه این قصه خیلی قصه جالب از یاد اومد وقتی سفیان گپ زدم. سفیان ثوری برادرها از علمایی بود که حقگو بود در حقیقت در زمان خودش. وقتی که حقگو شد انسان دیگر چی میشد براش مشکل میشد مثلا براش پرابلم ها پیدا میشد برای انسان دیگر. سفیان ثوری هم که حقگو بود براش مشکلی ایجاد شد و اینقدر خلیفه عباسی ابو جعفر منصور مجبور کرد که قاضیگی رو قبول کنه. قاضیگی قبول نکرد گریخت. این هم مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. گریخت میگن اول گرفت خیلی عذاب داد قبول نکرد بعد مجبور شد دیگر شهر گریزه شد تقریبا 10 سال گریزگی کرد. بعد در طائف خانه یک مردک میرد کار میکند اونجا طائف باغ روغا از بسیارتر اونجا انگور میکارن. همونجا وقتی که به خدمت یک شخص مشغول میشود سفیان ثوری مقصد زهدش میگم ده اینجا خونه هم مشغول میشه و انسان نمیدونه که این کی است نمیدونه. اگر داند شد خبر میکشد میبرم سفیان ثوری خودش چی پنهان میدوشد دیگر رو مثلا. بعد هر روز یک انسان میپرسه که میگه مهمونش میاد در اون باغ صاحب باغ مهمونش میاد و آدم میگه عبدالله میگه اینجا بیا میگه که برای مهمون همه بهترین انگورش بیار میگه. پس سفیان ثوری میگه که بهترین انگور من نمیدونم میگه کدوم این بهترین است. بعد صاحب همین چیز باغ میگه که میگه خود به تقوی خدا ترس نگیر میگه خود سفیان ثوری نخواد که کار کنی یا انگور نچشیده باش که کدامش به مزه ترش کدام بی مزه تر است. یعنی اینقدر خدا ترس بود که ضرب المثل در تقوا بود. میگه خود سفیان ثوری میگه که وقتی گفت که یک خود رنگ مقصد سفیان ثوری چی نکن ترسیدم میگه که مرد من نشناخته باشد باز لیکن نمیشناسه صاحب باغ نمیدونه که تا آخر این کی است لیکن میگه که تو خود رنگ هم با تقوا نگیر مقصد. همین سفیان ثوری یعنی که همه کارش میگذاشت در رمضان فقط به قرآن خوندن مشغول میشد. یعنی که امام زهری یکی از بزرگترین علمایی که علمای حدیثی و علمای فتوا هست خب حدیث خوندن رو بس میکرد فقط به قرآن مشغول میشد. خب فقط تلاوت میکرد قرآن مثلا خیلی گفتیم همین حرکت میکنن که در یک روز یک ختم میکنن اقلا یا 2 ختم در یک روز یک ختم میکنن یا اینکه در 2 روز یک ختم میکنن یا در 3 روز یک ختم میکنن. و همین شکل یعنی برادر گذشتگان اگه حالتشون ببینیم همگی به همین شکل روزه می داشتن همین شکل که رمضان خودشون پیش می بردن. مثلا ببینیم برادر ما وقتی که درباره انسان ها گپ بزنیم باید در حقیقت عدالت و رعایت کنیم. در حق هر شخص عدالت باید رعایت شد در حقیقت. مثلا بعضی شاید شاه‌ها گذاشتن بعضی سلطان‌ها گذاشتن بعضی مثلا خلیفه های از بنی امیه یا اینکه از بنی عباس گذاشته هستن که
اونو پاشوگی هم میکردن، شاید ظلم هم از اونو صادر میشد گاهی بعضیشون. لیکن با وجود این مثلا وقتی مسئله قرآن گیریم یا مسئله عبادت گیریم، اونا در عبادت خودشون چه بودن؟ پابند بودن. ممکن که عبادت میکنن لیکن بعضی گاهی ظلم هم میکردن. لیکن وظیفه ما چی است؟ مثلا همیشه حرکت میکنیم که چی حقیقت بیان کنیم، در حق اونو ظلم نکنیم. مثلا یه انسان ظالم بود، یه انسان عابد بود. ما نمیگیم که باز ظالم و عابدی مثلا 100% بود، بلکه چی انسان بود، خطاگی میکرد. یعنی گاهی کاری تویار میکرد، خطاگی میکرد. لیکن ما وقتی که به ما یک چیز به یک راهی درست یا صحیح عمده رسید، مقصد مردم میگیم که همین آدم همه خیلی است، لیکن در مقابل با خیلی کارهای خوبم داره. مثلا وقتی ما حجاج هم ببینیم اینقدر آدم میکشه، به یک معیده ترین شبهه میشد انسان زندانی میکرد، معیده ترین شبهه که انسان میکش، سر میزد، گاهی میشه که در مسجد آدم میکشت حجاج. لیکن میگن که همین حجاج هر شب قریب که در رمضان هر شب یعنی که یک چند پاره رو قرائت میکرد. نماز شبش میگن کنده نشده است. و از جمله که از چی میگن لطیفه هایی که لطیفه معنی تاجیکی نیست، یعنی که یک جمله لطیف، یکی از جمله های زیبایی که از اون نقل شده است، میگن که پیش از مردنش حجاج میگه که اللهم انهم يزعمون انك لن تغفر لي. مثلا میگن که ای خدا این دشمنای من میگن که تو منو مغفرت نمیکنی، لیکن من میدونم که رحمت تو میخوام، مغفرت تو میخوام، وسیع است که تمام گناهان میگم مثل بحرم باشد و میبخشن. یعنی همین جمله رو گفته میگن وفات میکنه حجاج. چون که ولید ابن عبدالملک همون خلیفه عباسی که حجاج استفاده میبرد مثلا در چیز بگن که هر 3 روز با ختم میکرد. یعنی که مأمون خلیفه عباسی همه قرآن بسیار میخوام میگن که در رمضان وقتی آخر میخوامش که آخر دیگر آوازش میگرفت از قرآن خواندن. این خلیفه عباسی است برادر. اگر چی گوش کرده باشید حلقه امام رضا و پسر امام رضا و امام جواد اگر گوش کرده باشه برادر، ما درباره مأمون صحبت کرده بودیم که مأمون همین خلیفه عباسی است که برای اهل بیت شده از خلافت خود دست میکشد. لیکن امام رضا میگه که نه، تو در خلافت نیست، من تو جانشین میشم. بعد امام رضا جانشینی که میشم خلیفه مأمون میشم. لیکن امام رضا جوان وفات میکنن، 40 چند ساله دیگر وفات میکنن، باز مأمون خلیفه میموند. یعنی که لیکن آماده بود که از خلافت دست کشد برای خاطر علی ابن موسی رضا. لیکن امام رضا گفتن که نه، تو خلیفه است لیکن من جانشین تو میشم، یعنی که ولی عهد تو میشم. گفتن خب همین هم مثلا چه گفتیم قرآن بخون میکرد. لیکن انسان مثلا اگه یک طرف دیگرش بریم با برادرش مثلا جنگ کرده است، با برادرش امین پسر هارون الرشید هر دوش. خب لیکن این مسئله اگر عبادت ببینیم که عبادت خودشون میکردن، معناش چیه؟ یعنی که اونا انسان بودن. من گفتم که اینا انسان بودن، خطاگی هم میکنن، درست هم میکنن. بنابراین ما حق قضاوت نداریم برادر. قضاوت الله تعالی میکنن که این آدم مثلا همین قرآن خوانی که مأمون داشت آیا گناهاش میپوشاند یا نه، یا که ما خودی ما هر یک تون باید خودمون رو قضاوت کنیم اصلا که آیا ما گناهی که میکنیم با ثوابی که میکنیم برابر است، آیا ثواب ما گناههای ما رو پوشانده میتواند یا نه. هر کی باید در فکر خودش باشد. این مسئله خوبی دارم که در تاجیک میگن گریبان خودت بو کن. هر یک انسان باید انسان خودش بیندنی مشغولی. خیلی در از علمای سلف اومد میگن که خدا رحمت کنه مردی رو که به عیب خودش مشغول باشد، به عیب دیگران نه. عیب دیگران نکواد بلکه عیب خودش کاود و خودش اصلاح کرده است، که البته برای همه میسر نمیشه. همه نمیتونه که خودش تنقید کنه. یعنی تنقید پذیر شدن یک کار مشکلی است. خب مثلا برادرو وقتی که علمای سابقون میبینیم در مسئله تهجد هم میبینیم، مثلا همین نماز تهجد که مثلا شاید که در دیگر وقت‌ها انسانو کم میکنن. همین اصلا تراویح هم نه، یک نماز تهجد است، تراویح نیست، تهجد است برادرو. خب یک عادت اونها بود، یعنی تقریبا عالم نبود که نماز تهجد نخواند. عالم نبود که چه برادرو نماز تهجد نخواند در اون زمان. دستی راست است. سال گذشته من نوشتم که نمیدونم چه خیلی نشون بده شما به اکران، یا آدم نوشت که چرا به دست چپ می‌نویسی. خب برادرم الله تعالی یعنی که
بین صحابه محمد صلی الله علیه و سلم، اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم چه خیلی منزلت بزرگی داشتن که الله تعالی اونها رو در قرآن جاویدان کرد، صفات اونها رو در قرآن جاویدانی کرد. گفت که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنی اونها اصحاب محمد میگه که در شباشان رو با سجده و قیام میگذارن، یا برای من راست میستن قرآن میخونن، یا برای من سجده میکنن و ناله و فغان و مثلا درد دل میکنن با من در هنگام سجده بودنشون. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خب اینه که حال اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، اینه برای ما برادرها، برای ما تشکر برادر، این یعنی برای ما درسی هست، برای ما درسی هست. میگن که مثلا عبدالله ابن عمر، خب پیامبر علیه السلام وصف گرفتن که ان عبد الله رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، همه عبدالله پسر عمر بچه خوب است و به شرطی اگر شب نماز خونه. یعنی میگه که بعد این من دیگه نماز شب ترک نکردم، چون که پیامبر شرط گذاشتن که تو آدم نیکی به شرطی که چی نماز شب ترک نکنی. دیگه من تا آخر عمرم این یک گواهی مگر از پیغمبر نیست که عبدالله ابن عمر انسان نیک بود. چی انسان خوشبخت بودن که پیامبر اونها رو در پیش چشم پیش نظر خودشون می‌بینن که شما تو انسان خوب هستی. یعنی که گواهی پیامبر مثلا زیر مثلا سوال است؟ نه البته گواهی پیامبر این مثل گواهی خدا است. پیامبر خدا گواهی داره که همین عبدالله ابن عمر انسان صالح است، انسان نیک است. و علامت نیکی چی قرار داد؟ نماز شب. بنابراین انسانی که نماز شب میخواند هیچ وقت از وای انسان بدی نمیبره برادر. انسانی که در نماز شب مشغول است هیچ وقت از وای بدی، یعنی که دونسته متعمدن قصدن، هیچ وقت این انسان چی نمیکنه. چرا که در شب وای با خدا ناله داره، با خدا فغان داره، افغان داره. مثلا خیلی میگن که سینه‌اش میجوشه در محبت الله تعالی. هیچ وقت ممکن نیست که این انسان چی دیده و دونسته به کسی ظلم کنه. خب و بعضی نشانه رو پیامبر میگفتن، یعنی که انسان اصحاب خودشون تلقین کرده میگفتن که مثلا میگه اذا ایقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين خب کتب فی الذاکرین و الذاکرات. ببینیم برادر همین چیز در حقیقت هم معامله سالمی عائله، معامله سالمی عائله و عائله داری رو بین پیامبر خدا میگن که اگر انسان زنی خودش، زوجه خودش بیدار کند و یک جای نماز خونن، یعنی که شوهر امام بشه، زن مأموم بشه، از قفای و اقدام میکنن مثلا، یا اینکه به شکل جدایی میخونن، این دیگه اختیارشون است. بگفتن که 2 رکعتک هم نماز خونن در یک شب، 2 رکعتک. چی گفت؟ کتیبه، یعنی که اونها از جمله کی نوشته میشن؟ ذاکرین و ذاکرات، از جمله ذکر کننده های مرد و ذکر کننده های زن که صفتاشون در سوره احزاب آمده است برادران. صفت اونها در سوره احزاب آمده است. برای همین یعنی بین نظر ما چیز عادی، نظر خودی چیز عادی بود است که زنه که مثلا ما مثلا برای خاطرون که شاید خوراکی نهاری خوریم بیدار میکنیم زنمون، یا اینکه عبید آمده که خونه خوب باشه بیدار میکنیم خوراک مثلا طلب میکنیم. چرا مثلا از وای طلب نکنیم که 2 رکعت نماز خونند؟ یعنی طلب مجبوری نه، خیر چیگم طلب انسانیگری، یا طلب انسانی که دل سوز از برای و میخواد که ثواب هم زیاد چه خیلی که ثوابش زیاد از انسان. خب یعنی این تشویق هم برای برپا کردن عائله سالم، هم تشویق به چه عبادت جماعی. بین اسلام و زیباییش در چی است برادرو؟ همه عبادت‌های ما جماعتی است. یعنی اسلام نمیخواد که انسان یعنی که یک فقط چی باشد، فقط فکری خودشو داشته باشد. فقط میگه فکری چی؟ جماعت کن، فکری خودت کن، فکری هم فکرات کن یا انسانی که در اطراف تو هست. هیچگاه اسلام انسان تنها نمیگذارد. تنهایی رو مثلا خیلی که در حدیث ما میگه من شذ فی النار، معنی شذ یعنی که از جماعت دور شدن، از جمعیت دور شدن. کسی که از جمعیت دور شد خودش به دوزخ برده است میگن پیامبر علیه السلام. چون که انسانی که تنها موند بسیار چی میشود؟ شاید به گناه رفتنش آسان تر است، به گناه رفتنش آسان تر است. برای همین پیامبر از سفر به تنهایی من کردن که انسانی که به سفر به تنها به سفر میبراید، یعنی که وای چی است؟ طعمه شیطان میشود.
شیطان و وسوسه کردنش آسان‌تر است از انسانایی که جماعت میروند مثلا. خب برای من عبادت شریعت حرکت میکنه که ما یک جای کنیم عبادت. مثلا ببین وقتی نماز گفت، نماز دربارش وقتی فرض بدون نماز بیان کرد گفت که و اقیموا الصلاة، نماز برپا داره گفت، و آتوا الزکات، باز شکل جماعت که گفت، و رکعوا مع الراکعین، رکوع کنید همراه رکوع کننده ها. خب بنابراین لذت دیگری دارد. ببین همین رمضان چه زینت میدهد. مثلا همین رمضان که گفت ذهن ما چی میآید؟ ختم قرآن، نماز تراویح. یعنی که همین نماز نفلی که ما با جماعت میخونیم چقدر برای ما چی میارد؟ لذت میارد. ببین همین از این چیز انسان باید حرکت کنه که چی نشود؟ دور نشود، خداوند محروم نکند. خب البته انسانی که بیمار است، انسانی که اون مثلا مشغولیتی زیادی باشه، خیلی نمیگم که تو ایلو بیلو تراویح رو، لیکن انسان باید حرکت کنه که از همین فضای و اتمسفری که در رمضان ایجاد میشود، از فضای همبستگی که در بین مسلمانان ایجاد میشود، بینه مثلا اگر مسجدها مثلا اگر افطار شود، یک اونجایی دیگر هم خانه ها هم افطار شود، بینه کمبغل رو با یک جای میشنن، هیچ کی جدا کرد نمیتوند. مسجد هم بره، این همین اصلا همین جماعت هم اسلام برای مثلا نماز جماعت و همین عبادت به شکل جماعی ادا کردنش حکمتش همین است که اسلام فقط گوشزد میکنه که برای ما فرق نداره تو بوی کمبغلی بیچاره صاحب داری نداری، مذهب داری مذهب نداری، اما یک هستی برای من. مثلا نگفت است که خیلی انسان منصبدار و معیشت عادت کرده از هر روز گوشت پیرو میخوره، آش میخوره، خب مانه یک ساعت پیش از افطار کنم، پیش از بعد عصر افطار کنم، مثلا نگفت از این اسلام. برای اونها یگان خیلی چی استثناءات نیست. خیلی که معیشت چی از دیگه طاقت ندارم، مثلا قوت ندارم، خیلی کم بغل خودش همین به رمضان هم خیلی روزه است، فقط خیلی برای اون آسان است، خیلی تا مغرب تا شام روزه دارد و آدم باید مثلا مرخه تا عصر داره، هیچ استثناء نیست. یعنی که همه عبادات فقط نشون میده که همه یکی پیش من، برای من فرق داره تو کی هست. شریعت میخواد همین خیلی بیان کنه. حج میریم من بین همه یک خیلی لباس احرام سفید دارد، نه اونجا بویا، نه کم بغل، نه شاه، نه گدای، فرق کرده نمیشه. خب یعنی که اسلام فقط میخواد که انسان رو در یک وقت بدنشون نشون دهد، در عبادت ها در یک وقت میخوری بس میکنی، در یک وقت میخوری همون. خب یکی از فایده یعنی که عبادت های جماعی یا جمعیتی یعنی از برادر یعنی یک جای شدن عبادت رو به جا آوردن. دوستای عزیز، خب باز درباره همین نماز جماعت و نماز چی بینیم برادر تهجد خیلی حدیث‌های زیادی از آیات‌های زیادی است. مثلا الله تعالی وقتی که درباره انسان‌های بهشتی صحبت میکنه میگه که ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی که انسان‌های متقی در جنت هستند، در اون چشمه‌ها هست و خب از جمله انسان‌های محسنین بودن. همین انسان بهشت بعد میگه که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون بالاسحار هم یستغفرون. صفت خوشرو داشتن میگه شب نماز شب ترک نمیکردن، سحری ها استغفار میکردن. که دو صفت این قدر کاری مشکلی نیست برادر. این شما فکر نکنید که همین نماز شب وقتی میگیم ما شما هم ساعت 2 و 3 خیزه و 20 رکعت و 10 رکعت نماز خونیده. همین نماز شب تو اگر پیش از اذان بامداد همین 20 منوت پیش هم خیستی، 20 دقیقه نیم ساعت پیش از بامداد خیستی و مثلا همون نماز ویترت هم خوندی و نماز چی از شب حساب میشه. 2 رکعت غیر از ویتر هم که خونده نماز شب حساب میشه. این قدر چیز وزنی نیست برادر. اگر انسان الله تعالی توفیق تیگه میتونه که همین چیزا خیز 2 رکعت پیش از نماز بامداد خونه، ولی اذان بامداد نشده نماز شب حساب میشه برای تو. برام گفت که بالاسحار هم یستغفرون، که وقتی که همون نماز شبشون نزدیکی بامداد ادا میکنن باز میخیزن بعد از نمازشون تا اذان بامداد استغفار میگن و میشنن. یعنی هیچ آسان از مشکلی نیست برای انسان. البته مثلا بعد از خفتن مثلا انسان هر وقتی میتونه نماز شبش خواند، لیکن البته بهتر است که هر قدر که به نماز بامداد نزدیک باشه این قدر خوبتر است، چون که از هم وقت شیرین ترین وقتی خواب وقتی نماز نزدیکی های بامداد است. همون وقت مثلا خواب حرام کرده خستن یعنی که یک قهرمانی هست، بندگی رو در عقب به جا آوردن است. خب یعنی که خلاصه اینجا الله دو صفت بیان کرد برای اینهای جنتی. یکی گفت که شباشون زنده نگه می‌دارن، دیگه‌اش گفت که سحری ها استغفار میگن.
خب او در سوره آل عمران هم الله تعالی وقتی تعریف کرد انسان خوب گفت و بالاصحاب چی گفت در سوره آل عمران؟ سبحان الله فراموش کردم از اینکه یادم اومد و باز آیت فراموش شد نه که لا حول ولا قوة الا بالله. والمستغفرین بالاسحار اینجا آیت گفت که و بالاسحار هم یستغفرون، در سوره آل عمران گفت که والمستغفرین بالاسحار، یعنی که بسیار فضیلت زیاد داره بدر. خب به همین بخوام اکتفا میکنم، لیکن یک نقطه دیگر من اشاره میکنم. ببین ما دو وقت زیبا داریم برادر. حالا برادر سوال میشه استاد ما سحر نخوردیم، دوملا ما سحر نخورده روزه داشتیم. خب ما سحر نداشته روزه داشتیم، این اون هم خیلی سوال بسیار میشه برادر. ببین سحری برای چی است؟ برکت. پیامبر گفتن که تسحروا فإن في السحور برکه. سحری خوری که در سحوری برکت است. یکی از برکت های سحور همین است که تو میخیزی استغفار میگی و تو میخیزی دعا میکنی که هم ان شاء الله استغفار مقبول است، هم دعات مقبول است. یعنی که در رمضان ما دو حالت قبولی دعا داریم برادر، یکی پیش از افطار، یکی وقتی سحور. خب یعنی ببین اسلام ما رو چی، اگر سری صحبت اگر یادتون باشد گفتم زینه به زینه به چی میکشد؟ به تقوی، به خدا ترسی، به عبادت میکشد. اینجا همه خیلی است. میگه که تو شما میکنی حرکت میکنی که چی کنی؟ سحری خیزی. نگفت که ایلو به سحری روزات درست نیست، نگفته شریعت، گفت که این سنت است. پیامبر گفت که خیز اقل یک قلت هم آب باشد همون نوش کردن، اقلا یک قلت آب هم نوشیدن، یک دانه خرما هم خوردن چی است؟ در سحری برکت است. خب برای همین این وقتی که سحری میخیزی خانه خود تو وقتی خیستی دستوری میشه، دستورش تو شور میشه. مثلا خانه خود تو طهارت میکنی، یعنی که یک وقتی که شور شدی انا طهارت کردی اومدی مثلا چی یک چی خوردی یک قطره میبینی که مثلا تو نماز 15 منوت از 20 منوت از یا نیم ساعت از میگه که خوب رفتن معنا نداره. مگر چوکنی گیری قرآن خونه یا اینکه تسبیح گویی یا استغفار گویی دیگه برادر. ببین چه خیلی زینه به زینه شریعت به چی برده به نیکی برده صورت. اینجوری افطار هم وقتی بالا دسترخوان میشید مثلا خصوصا مثلا 10 15 دقیقه آخرش وزنی از مثلا برای انسان نشسته مثلا تا اون برو دیدن. بعد الله تعالی چی گفت؟ تو دعا کن. گفت وقتی پیش از افطار تو اینکه میخواد که تو مشغول به دعا کنی، ذهنت مشغول به طعام نشود که تایم برای اینکه تو وقت برای تو دیر نگذرد، برای اینکه آسان گذرد. چی گفت؟ قرآن خون یا دعا کن. گفت در این وقت چون دعای روزدار پیش از وقتی چیش قبول است. دیده؟ یعنی که یگان چیز تصادفی نیست برادر عزیز، یگان چیز تصادفی نیست. یگان همین چیزایی که وقتای عبادتی که پیامبر معین کردن، همین یگان حکمتایی دارد. میخواد که ما رو زینه به زینه خدا نزدیک کنه. همون آیاتی که سر خواندیم با همون است، لعلکم تتقون. شاید شما خدا ترس شوید، شاید که شما به خدا نزدیک شوید، شاید که شما چه از بندگان متقی و تقوادار خدا شوید. همین عبادت ها برای ما شرع شد که ما به خدا نزدیک تر شیم عزیزان، از خدا ترسیم، به خدا نزدیک تر شیم. خب رمضان هم یکی چه خیلی گفتم فلسفه‌ش این است. برای من اگر از سخن امروز میگیریم یعنی که خلاصه چی شد رمضان فرض شویشه برای ما بیان کرد. گفت که رمضان سال دوم هجرت ماه شعبان فرض شد. پیامبر علیه السلام گفتیم که پیامبر 9 بار روزه داشتن در حیاتشون بعد اون که رمضان فرض شد، یعنی که سال 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا سال هم 11 که وفات کردن هجری. میگن که پیامبر علیه السلام یک بار روزه 30 روزه داشتن، از همین 9 روزه 8 بارش 29 روزه بود. بریم دوستان برای حیران میشم که چخیل میگه رمضان 29 میشه، مثلا عادت کرده که میگم پیش حوز خیلی مردم دیگه فهمیدی سر این سر مثلا میدم که ماه یا 29 میشه یا 30 میشه. پیامبر هم وقتی که درباره ماه هجری گپ زدن گفتن که ماه گفتن یا خیلی 3 بار خیلی کردن 30 یعنی که یک تا کم کرد گفتن که یا 29 میشه، اینکه فهمیده هکذا او هکذا خیلی کردن پیام اشاره کرد اینکه یا 29 یا 30 گفتن. باز الحمدلله که مردم چی فهمیدن زدن که یا ماه یا 29 30 میشه. پیامبر علیه السلام چه خیلی گفتیم 8 روزه 29 روزه داشتن در حیاتشون، یک روزی 30 روزه داشتن صلی الله علیه و سلم. خب بعد درباره همین چیز گپ زدیم، گفتیم که روزه در 2 مرحله فرض شد برای اینکه آدم آسان تر شد روزدارشون. اول گفت که خواهی روزه داره خواهی فدیه گفت، این شاید که 1 سال 2 سال دوام کرد.
بعد از اون چی اومد گفت که نه، گفت از شما انسانی که توان داره، گفت دیگر فدیه قبول نیست. اونایی که توان دارن باید حتما روزه دارن. اما از اینجا فقط که اون پیرمردایی که سال خورده هستند و وزین است، برای اونها زنهای حامله را استثنا کرد و انسانی مسافره. خب اینم خیلی. بعد درباره گفتیم حالت بعضی از علمای سلف در رمضان صحبت کردیم. بعضی خیلی با قرآن مشغول میشدن، چی مشغول میشدن، تو اینکه همین ماه چی به عبادت گذارنن. مثال های زدیم، مثال های آوردیم از صحابه و تابعین. خب به همین قدر اکتفا میکنم دوستای عزیز. انا برای شما همین مسئله رو کشیدم عزیزان، برای اینکه وقتی که من پیش از سوال مونده بودم در نجم تبه که در کدام موضوع صحبت کنیم، انسان ها بسیارتر گفتن که درباره چه خیلی رمضان فایده‌ناک پسی سر کردن. یعنی اکثر آدم ها همین چیز از ما طلب کردن در اون چیز اپراس کنیم. دیومش اکثرشون گفتن که ما بخوایم دونیم که حالی سلف صالح در رمضان چی بودن، که اینم که آواز خیلی بسیار گرفته است. مثلا مردم گفتن که بخوایم دونیم، چون که البته مردم ها که اونا رو دوست میدارن بخواین چی کنن، با اونا اقتدا کنن در این ماه. و ما هم حرکت میکنیم از حیات اونها، از اون چیزهای اونها نقل کنیم تا اینکه برای ما یک چی شود، ما رو یک نمونه شود و حرکت کنیم که از این ماه رمضان به طوری باید و شاید استفاده بریم تا اینکه آخرت خودمون آباد کنیم. برادر عزیز، خب اینجا کم در سوال آمده است. خب درباره ذهن تیز کردن برادر سوال دادن که اینجا اما عباره مشهور شافعی از برادر، وقت شافعی میگن که وقتی ذهنش کند شد و پیش وکیع رفت استازش، گفت که شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی. یعنی که برای ذهن تیز شدنش گفت ما را چی کرد؟ به دور شدن از گناه کرد. یعنی که انسان وقتی به گناه مشغول شد، انسان وقتی که گناه چی کرد دیگر چشم، وقتی که میگن که چشم، میگن این در است، دری شهوت است که به انسان توسط همون شهوت وارد بشود. بنابراین چشم که چقدر که نگه دارد، خب از همین چشم چرانی انسان انشاءالله ذهنش هم قدر تیز بشه، چون که به چیزهای بیکار مشغول نمیشود. یکی از وسیله هاش همین است. البته برادر خیلی دیگه با وسیله طبی هم داره. بعضی نمود خوراکات مثلا چهارمغز و مثلا بادام و این رو توصیه میکنن بعضیا که ذهن تیز میکنه. گفته برادران خب اینجا بعضی گفتن که سلامت باش و اینا، خیلی دعاهایی کردن برادر، شما هم خدای تعالی سلامت نگهبان باشد. خب برادر درباره همین فلسطین هم کدام سوال دارم برادر. خیلی چیزی که ما گفتیم که چیزی که از دست ما میاد این دعا از در حق ما برادر رو دعا کنیم که الله تعالی نصرت یاد میسن. فراموش نکنین در نماز شب که میخونه پیش از افطار تا بعد سحری همیشه در فکر یادی هم برادر باشه، در حق برادر رو دعا کنیم برادر عزیز که الله تعالی اونها رو نصرت یاد، اونها رو کمک کنه که این دشمن ظالم و قتالی که اونها رو در طول چند ماه بمباران دیگر نامخلوق کردی است، الله تعالی اون دشمنان رو مغلوب کند. این برادرای ما رو بر اونها نصرت دهد، زمین سرزمینشون الله تعالی آزاد کند. خب اینجا برادر سوال دارن، راستی نفهمیدم. گفتن که حضرت در شهر ما دهان رو بستن ساعت 5:15 است و وقت طلوع آفتاب ساعت 7:20 وقت فرض نیست. وقت فرض نیست، فرض رو کی خونیم برادر؟ وقتی که هم دهانت که محکم کردی الکی وقت فرض گفتنی گپ است. یعنی هم 5:15 وقتی که مردم که در آخران چی باشد، بعد از 5:15 خوردن ممکن نباشد دیگه. وقتی که هم 5:15 شد بعد اون دیگه نماز بامداد میداره. اصلا خودش همین سحری با بامداد در اومدنش چی میشود؟ وقتش به آخر میرسه. میتونه که بعد از سحری کردن، وقتی اگر همون وقتی سحری که انتها شد، طلوع صبح که شد، دیگر چی از معناش دخولی وقتی نماز بامداد است. اینجا برادر از فرغانه سوخ سلام گفتیم برادر. علیکم و علیکم السلام. خب درباره یه حرکت قفمونان از نماز جماعت است. 4 رکعت فرض اتحاد نخونده از خاطرت برایت از جویت خیزی چی باید کرد؟ خواهش مسلمان نفهمد. سوال گفته است که برادر
дар бораи як ракат қафо мондан аз ҷамоат ва дар ҳолати 4 ракат фарз аттаҳиёт нахондан. яъне ки як ракат ки бародар вақте ки ту як ракат ки дер кардӣ намоз мехезию як ракат дигар намозро мехонӣ ва он намозе ки ту мехонӣ ҳамон намозе ки ракате ки набуди, яъне ки ту ракати аввале гӯё ки хонда истодӣ. бинобар дар он ҷо ту ҳам алҳам мехонӣ ва ҳам сура зам мекунӣ дар ин ҳолат бародар. хуб бародаро ҳамин дигар ягон чиз нест. бародаро аллоҳ таоло ҳамамона имонно қавӣ кунад, мустаҳкам кунад. хуб иншоалло то фардо мегӯем. фардо иншоалло ҳаракат мекунем соати 1:30 шурӯъ кунем бародаро. баъзеҳо хеле навиштаанд ки беҳтар мешад ки соати 1:30 шурӯъ шавад суҳбат, чунки барои мардуми Тоҷикистон наздиктар шавад. бинобар ин соати 1:30 суҳбатро шурӯъ мекунем. дӯстои азиз, муваффақ боше, дуои фаромӯш накунед. дуо дар ҳаққи бародарои фаластиниён фаромӯш накунед бародаро, чӣ дар ифтор бошад, чӣ дар саҳарӣ. ва ҳозирам дуо мекунем ки аллоҳумма ансур ихванана фи Фаластин ва фи кулли макан. аллоҳумма ансурҳум насран муаззаран. насран муаззаран. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمین. از الله تعالی مسئله میکنم که آنها رو در پناه خودش نگه دارد. الله تعالی گشنه‌های آنها رو سیر کند، تشنه آنها رو سیراب گرداند. الله تعالی و دشمناشون سرنگون گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.